میگه در خیمه ششتگی دست فصل بهار، در فصل بهار دشتو را دیده که چقدر زیبا میشود دیگه. همین گل سبزن روی اوخی سبزم دمیدنی کنیزش میگه در هم بیرون به دست بزاق تماشا دورد داشته. بعد دوید اومد گفت یا سیده گفت توکیه در دوری همین خیمه میشینی، از برای خدا تو ببرو سمعی پروردگار را ببین، راحت میکنه چشمات. گل بولوی سبزه و سبزه بولوی گل یا ببرو سمعی پروردگار را ببین. و گفت ای نودان تا در اینجا بشی صانع ببین، او من تجلی نور پروردگار را احساس کردستم، تو را کجا دعوت کردستی؟ ای نودان گفت توکیه تو صورتی محتوبه در دوی آب میکوبی، سر تا بلند که محتوبه در آسمان تماشا که بیوسیته. انمی ما همی ای بینگر سوی حلوایی توکیه طلبی حلو چی قیب پشت حلو میدوی؟ حلوایی را نگاه که همه پروردگاره که همه همین نعمت را آفریده است. یک دیدن حلوایی زان سان کند شیرین که شه تو را گوید خاکی طعم ای مولا. انشالله هم یک تجلی نوری پروردگار در قلبت اگر وارد شود، همون شهد شکر میگن که خاکی پای تو بشیم ای مولا، که ما در پیش تو در شیرینی تو هیچی نیستیم. حقیقتا شیرینتر و گواراتر از تجلی نوری پروردگار در قلب بنده یگان چیزی را تصور کرده نمیشه. بخلاص در همون جنت هم بزرگترین نعمتی که پروردگار از برای بنده هاش آماده میکنه همین دیداری بی‌مثال شد. دیداری بی‌مثال پروردگار بزرگترین نعمت و بزرگترین هدیه است که خدای تعالی برای بنده های جنتیش اینا هدیه میکرده است. روایت صهیب رومی است رضی الله تعالی عنه، حدیث هم در صحیح امام مسلم آمده است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم باره میگه اصحاب بشارت داد، گفت اذا دخل اهل الجنه الجنه یقول الله تبارک و تعالی تريدون شیئا ازیدکم. وقتی میگه به امر پروردگار اهل جنت داخل جنت میشوند، الله ذوالجلال و الاکرام به بندهاش مراجعت میکرده است که یگان نعمت میخواهی عزیز زیادتر که براتون هدیه کنم؟ دل تو با چی میکشه؟ همون هر چی که دل تو میکشه براتون هدیه کنم. تريدون شیئا ازیدکم. در جواب میگه اهل جنت میگن الم تبیض وجوهنا الم تدخلنا الجنه، مگر رو سفید مو نکردی؟ مگر از آتش جهنم نجات مو ندادی؟ مگر وارد جنت مو نکردی؟ اوی جنت که هیچ نوش نعمت تصور کرده نمیشه که در این جنت باشه. چیزایی داره که نه چشم دید است نه دید است، حتی یکو کس نه فانتزی رو متش کرده است. این زیادتر نعمت چیه؟ حضرت صلی الله علیه و سلم بشارت داد گفت فیکشف الحجاب. همین وقت حجاب از پیش چشم شروع میشه، با جمال پروردگار واصل میگردم، جمال خدا رو به واسطه مشاهده میکنم. فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی ربهم عز وجل. از این نعمت بزرگتر نمیشه. میگم اهل جنت وقتی که دیدار پروردگار را میبینن دیگه چند مدت چنان مست میشوند که همون نوش نعمت جنت دیگه با بودی فراموشی میسپارند. اینا ببینید یک دیدن حلوایی زان سان کند شیرین که شه تو را گوید خاکی طعم ای مولا. خالی شو و خالی شو، لب بر لب نو بینه، چون نی زیدمش پر شو وانگاه شکر میخواد. خالی شو و خالی به. اوقع موی شریف رمضان دیده شکم وقتی خالیه نه یادی حاجت خونه میکنی و نه طهارت شکنی و همیشه پای به طهارت هستی، آرام و آسوده هستی. یک برادرم اومد قطعی شده به حضور صحبت کرد نمیشوه. اگر همی غیر رمضان باشه مگر هم چایش بیاری و اوقاتش بیاری و هم به چنا میگه ابا شای لحظه بشید نشما که اخی مهمون به طعام بمونی. انده که در ماه شریف رمضان هم تای آرام هم دیگر تماشا کرده. یادم است خدا رحمت کنه رحمتی ایشانی مفتی مرحوم قاری امان الله را بیمار بود در همین ماه شریف رمضان به عیادتش رفتیم و گفت داملا عبدالرحیم همین ماه شریف رمضان عجب ماهی بزرگیده،
مهمانم به حضور شتگیای صاحب خونرم به حضور شتگیای نه در فکری اوقاتش میشه چخ چخ کردن میشینی. خدا رحمت مغفرتش کنه. واقعا راست میگه. همین ما انا خیلی ماهی بزرگای هر سال نه جوها رو میپاک کنند از گل تا آب روان گردد تا کشته شود خضرا. هر سال ببینه جبورو را تازه میکنن لوی قوش هم میکشن میبرونن. به خاطر چی؟ برای که آب قرار نکنه مطلق نشوه. آب حرکت کنه و زمینو را آب به تا مقصد زمینو حاصل ببرویه کشته خضرا شوه سبز شوه. انمی هر سال ماه شریف رمضان هم به همین خاطره که ارگانیسم آدم تازه شوه روح آدم پاکیزه و تازه شوه. این قربت به سوی پروردگار و در حیات آینده پروردگار برکت میده. چی در سلامتیت باشه چی در انشالله حیات مادیت باشه چی در حیات معنویت. از نظر روحانی را بگیریم آدم به نهایت غنی میشه در این ماه شریف رمضان. به قدر این ماه بزرگ رسیدن در کار. گردوری زینون کردی آخر چی زیان کردی؟ اینم یک ماه نخوردی چی زیان و ضرر دیدی؟ این حاج عزت الله ما چکو کرده است؟ کجاش کمشید است؟ انشالله در دهه دیمی ماه شریف رمضان قرار داره. چی زیان دیده است؟ به خدا قسم فقط فایده و منفعت دیده گیه. مالش هم کلام شید عبید نمیکنه سلامتیش هم خوب شید اگر انشالله بزی کیواری بپره. چی زیان دیده؟ با پروردگار نزدیک شدیم. خداوند بزرگ بشارت داده است که روزه را بنده برای من میگیره پاداش و مکافات این بنده را من میتم. انشالله منتظر پاداش پروردگار هستیم. همه آدمی که در طول حیات نماز خوانده است روزه گرفته است قسم به الله همو در وقتی همو نزع جانکنی را آرام و آسوده ای جانتیش هم آسان و سبک ای و برای میدونه که دستی خالی نمیره. میدونه که قطیش توشه داره یک دلگرمی داره که وقتی پروردگار از نعمت ها پرسید میگه خدایا نماز دارم روزه دارم زکات های مال ما پرداخت کردم خونه بزرگت زیارت کردم پروردگار رو سعی کردم تا جای امکان داره از حرام ها اجتناب بورزم سعی کردم که بنده های الله دستگیری کنم. هر کسی اگر همین خیلی عملی داشته باشه انشالله دلکش گرمه. گردوری زینان کردی آخر چی زیان کردی؟ کو سفره نان افزاست و جانی جهان افزا. سفره نان افزا مگر پروردگار نیسته؟ مگر همین نعمت ها را خدای تعالی برامون نمیده؟ همون پروردگار بزرگی که این نعمت ها را برا داده است همون امرت کرده است که ای بنده از دمیدن صبح صادق تا وقتی غروب آفتاب روزه بگی چیزی نخدارم همین ما. او پروردگاره که این روزه را بر تو فرض گردوده حالی تو را از تو بهتر و خوبتر بدونه. به خدا قسم فقط برد کردیم فقط برد کردیم. للصائم فرحتان روزدار دو خرسندی داره یفرحهما که در هر دوشم بسیار خرسند و خشنود می شود. اذا افطر فرح بفطره یکمش اینمی تا آخریمون در غیر رمضان خیلی خیلی بلذت میخوری یا عمر شکمت سیر آخی سیر از صدقه نان کنه ایجاد روزه گرفتی چی زیان کردی؟ همه قبل بلذت میخوری شب که الهی توبه راحت میکنی ایمو خوردنت. و اذا لقی ربه فرح بصومه خشنودی دیمش فرد روز قیامت هست. وقتی پروردگارم ملاقات شد وقتی خدای بزرگ گفت که این بنده روزه را به خاطر من گرفته است پاداش این بنده در ذمه من است پاداش این بنده جنت المأوا است. وقتی الله ذوالجلال و الاکرام امر کرد که بنده های روزدار من از در ریان از پرت خود جنت وارد جنت شوند وقتی مدرویا و اون نعمت ها را میبینه خدای تعالی همراه پیغمبرها و صدیق ها و همراه صلحا و شهدا وقتی که محشورش میگردونه میگه الحمدلله رب العالمین هم خرسنده میشود که هرچی خداوند هدایتم کرده به هدایت پروردگار همین نفسی پلید یکسو انداختیم روزه ماه شریف رمضان گرفتیم. انشالله اینا میگه یک ماه بزرگ یک ماهی که سر تا پا برکت است رحمت است کرامت داره شرافت داره. امروز مهمان ما و شما هست خشا به حال میزبانه که این مهمان خوب پذیرایی کنه خوب قدردانی کنه و قدرشناسی کنه که بر رفتن ماه شریف رمضان الله ذوالجلال و الاکرام از خود راضی و خوشنود بگردونه. پروردگار بزرگ
عمل خیری صاحب خانه را به درگاه بنیازش قبول فرمایا و در نامه اعمالش ثبت بگرداند. خداوند این مصطفی جان که سببی اینقدر عملهای خیر در این خاندان شده است به همین نام بزرگ سزاوار به کمال برساند. بی دردک بی رنجک. پروردگار امید به رحمت شفقت تو داریم. از کرامات شرافت بزرگی این ماه با نصیب ما بگردان. پروردگار در دهه مغفرت قرار داریم. گناهامون با آمرز که بعدی خارج شده مثل طفلکی که نو از مادر تولد شده است به گناه بگردیم. پروردگار امید به رحمت شفقت تو داریم تا آخر رمضان غیرت مون کاسته نکن که در شب‌های رمضان در ختم قرآن شرکت داشته باشیم. در شب‌های رمضان نماز تهجد ترک نکنیم. پروردگار فردا روز قیامت همراه روزه‌دارای ماه شریف رمضان که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم رئیس سعید چون محسوب می شود محشور ما بگردان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.